عجب گرفتگی هم داره. عجب. یه بیماری داریم که آقای نسبتاً جوونی هستن، درد سینه داشتن، تو تست ورزش مثبت شده و فرستادنشون سیتی آنژیوگرافی و حالا داریم آنژیوگرافیشون انجام. بله گرفتگی شدیده، شدید. خوب شد اومدید. قلب ما 3 تا رگ داره. 2 رگ از سمت چپ منشأ میگیره و 1 رگ سمت راست. رگ سمت راست RCA Right Coronary Artery و رگ سمت چپ با لفت مین شروع میشه که خودش به 2 شاخه LAD و LCX تقسیم میشه. هر کدوم از اینها مستعد گرفتگی میتونن باشن و اینجا اگر ببینید رگ سمت راست رو داریم میبینیم که گرفتگی های متعدد داره. اینجا گرفتگی داره، اینجا گرفتگی داره. این رگ PDA هست که قسمت خلفی قلب رو خون رسانی میکنه و این هم لفت مینه که 2 شاخه LAD و LCX ازش. هر کدوم از اینها 3 شاخه فرعی دارن. LAD دیاگونال داره، دیاگونال 1 2 3. LCX معمولا OM 1 2 3. RC هم شاخه های خاص خودش رو داره و هر کدوم ممکنه دچار گرفتگی بشن که قابلیت باز کردن وجود داره. ممکنه حتی رگ های کوچیک گاهی اوقات از رگ های اصلی ما قصر بزرگتری پیدا کنه، یعنی گاهی اوقات دیاگونال قصر بیشتری نسبت به LAD داشته باشه.